سلام دوستان عزیز، بخش غذای معنوی از کانال کلچقند است. قصه قبلی ما جنبه اخلاقی داشت. این دفعه قصه ما جنبه اجتماعی دارد. حضرت موسی علیه السلام به عروسی دو جوان مؤمن و نیکسرشت قومش دعوت شدند. وقتی خداحافظی از خانه عروس و داماد وقتی که می برآمدند دیدند که بالای خانه وقت عروس و داماد عزراییل ایستاده است. حیران شدند، گفتند تو اینجا چیکار میکنی؟ عزراییل گفت من به فرمان خداوند آمدم. امروز آخرین روز عمر این دو جوان است. همین که وارد رخت خوابشان شدند، ماری هست. آن مار این هر دو را زهر میزند و بر اثر زهر مار من با فرمان خداوند جان هر دو را میگیرم. حضرت موسی بسیار غمگین آزرده شدند. به خانه برگشتند و صبحگاهان برای مراسم دفن خاک این دو جوان آمدند. چون نزدیک خانه جوانان آمدند دیدند که از دور عروس و داماد خندان به سوی حضرت موسی میآیند. حیران شدند، گفتند خدایا چه حکمتی هست در این کار؟ جبرائیل علیه السلام آمد و گفت یا موسی قضیه را از خود جوانان بپرس. حضرت موسی علیه السلام به داماد رو آوردند، گفتند دیشب چه واقعه رخ داد؟ داماد گفت همین که همه مهمانان را گسیل کردیم، لحظه ای که وارد رخت خواب می شدیم همین لحظه در را کسی کوفت. وقتی در را باز کردم دیدم پشت در سایل یعنی گدای ایستاده است. گفت من از دهه همجوار شما هستم. 3 روز از چیزی درستی نخوردم. خبر توی شما را شنیدم، آمدم که یک بار شکم سیر یک چیزی بخورم. و در خانه همسر بیمار دارم، او هم 3 روز از چیزی نخورده است. یک چیزی هم برای او هم بدهید. به خانه در آمدم، دیدم که همگی 2 کاسه طعام باقی مانده است. حق خود را برداشتم و آوردم به سایل دادم. سایل خورد و گفت دعا کرد که شکم مرا سیر کرده، خداوند عمر تو را دراز کند. اکنون یک چیز برای همسرم هم بده. خجالت به خانه وارد شدم، دیدم که از آن سو همسرم خندان حق خود را برآورد و به سایل دادیم. و سایل برای ما دعا کرد، گفت خداوند عمر شما را دراز کند و بلا را از سر شما دور کند و شما را فردا هم صحبت پیامبر خدا کند. از هیجان کاسه های میسین که وزنین هستند از دست همسرم افتاد و بر روی رخت خواب زد. کرپه به لرزش آمد. کرپه را که برداشتم دیدم مار سیاه از شدت ضربه کاسه های میسین مرده است. مار را از جایگاه گرفته بیرون پرتافتم و با شکر و عبادت ذکر خدا تا صبح نشستیم. و دعای سایل مستجاب شد. حالا هم صحبت شما پیامبر خدا هستید. جبرائیل علیه السلام گفت یا موسی به اینها بیاموز که صدقه و انفاق باعث دفع بلا شده است و خیرشان باعث طول عمر شده است. این قصه را به دیگران بازگو کن، باشد که چراغ برای خلق شود. در راه نیکی کردن و خیر کردن و به یکدیگر کمک کردن و در جنت هم صحبت مثل تو پیامبران شدن باشد. بیننده گرامی، این قصه ها برای فهم ما گفته می شود. خداوند بی‌نیاز است. خداوند قادر و توانا است و قدرت آنی که همه بندگانش را حاجت همه بندگانش را خودش روا کند دارد. ولی خداوند مشکل یکی را به دست دیگری، حاجت یکی را به دست دیگری، درد یکی را به دست دیگری دوام میکند به خاطر آنی که ما آدمان، ما مردمان به هم مهربان باشیم، دوست و برادر باشیم. جامعه‌ای که در آن رحم و مهر و شفقت، دستگیری، دلسوزی نباشد، این گونه جامعه مگر پیشرفته میتواند؟ این قصه ها برای فهم ما هست که ما مهربان باشیم که عامل رشد و نموی هر جامعه انسانی
مهر و محبت است. و قصه عبرت بخش این دو جوان در زندگی الگوی همه ما باشد که انسانی که در روز سختش در ما را میکوبد، با حد توانمان حاجت اون آدم را، آن شخص را، آن برادر را، آن خواهر را برآورده کنیم. شاید مثل این دو جوان این آخرین امکان ما باشد و پشت در عزراییل ایستاده است و آخرین امکان ما برای اصلاح شدن، نجات یافتن باشد. مهربان باشید.